عشقم جانم. قربونت برم. کسی تو رو چش نزنه دورت بگردم. صبحونه ایتالیایی میخوری یا فرانسوی؟ برای املت درست کن. اومله؟ آره. قربونت برم. استراحت و خسته نباشی. تخمه نمیچسبه. عشقم قربونت برم. اینو بخور. کباب؟ آره عزیزم درست کنم. قربونت برم. من نهار دوست داری قیمه درست کنم یا قرمه؟ این بس چیه؟ این همینجوری درست هم جون بگیریم. منم قیمه درست کنم. قرمه هم درست میکنم. اصلا فسنجون هم درست میکنم. فقط تو بخور عشقم. اینم بگیر. مرسی. همشو بخور. قربونت برم. عزیزم من این آشغالا رو میبرم دم در میذارم میام. چیکار کنی آشغال ببری؟ نه عزیزم اینا رو بده به من. وظیفه قربونت منه. برم. نه عزیز من سویچ ماشینو بگی با دوستات برو بیرون دور دور. با دوستان برم؟ آره برو اصلا میخوای من اصلا میخوای شاپونه رو خالی کنم تو با دوستات بیا اینجا من میرم شاپونه مامانم اینا. تو جدی با دوستات. میری؟ آره چی دوست داری برات بخرم بیرون. چقدر تو خوب شدی. قربونت برم برو. بلندشو ببینم. گرفتی اینجا خوابیدی؟ پانیشی اول سجاد خونه رو جارو میکنی بعد دیری سر کارا. بلندشو. خواب بودم؟ بله معلومه که خواب بودی. پس فکر کردی چیکار داشتی میکردی؟ بلند شو دارم بهت میگم. مرتیکه گوشت باش ببینم مرتیکه. عزیزم ببخشید وقت تو گرفتم. نهار چی درست کنم برات خانم؟ قیمه درست میکنی، قرمه سبزی هم درست میکنی، چلو گوشت هم درست میکنی. چش دستشویرم شستم همه کار. میلارم ببر همون زودتر. چش. سلام. سر کار بودم خستم. یه آب داری بهم بدی خانم؟ آب چیه؟ اینم بگیر برو تو کوچه بخوابم شب. مهمون دارم من. مهمون داریم چی؟ خب من تو اتاق میخوابم. برو بیرون بهت میگم. برو خونه بیرون. برو بیرون دیگه. کم 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 ولیم بریدن پاشی ولیم سنی